سلام، علی شده هستم. این هشتمین قسمت از آموزش شروع استریم. تو قسمت قبل با هم صدا و افکتاش و اینا رو درست کردیم. حالا وقتش بریم سراغ یه چیز خیلی مهم که مخاطب وقتی وارد استریم میشه بهش نگاه میکنه. چرا و تصویرت. نزار یه وبکم ضعیف تو رو ضعیف نشون بده. بیا بریم درستش. قدم اول، نورپردازی مهمتر از دوربینه. بچه جدی، نور از دوربین مهمتره. اگه درست تنظیم کرده باشیش با یه دوربین معمولی هم میتونی یه تصویر خوبی داشته باشی. ما از 3 مدل نور استفاده میکنیم. شماره 1 نور اصلی کی لایت، جلوت باشه، بالای چشم، زاویه 45 درجه، نه زیاد نه کم، جوری که جزئیات صورتت معلوم باشه. شماره 2 پرکننده نور یا فیل لایت، سمت دیگه با شدت کمتر برای اینکه نصف صورت تاریک نباشه. شماره 3 نور پشت یا ریم لایت اور بک لایت. اگه داری پشتت یه نور ضعیف بنداز، این کار باعث میشه از بک‌گراند جدا بشی و حرفه‌ای در دیده بشی. اگه فقط یه نور داری مشکلی نیست، بذار جلوت مستقیم سمت صورتت. ترجیحاً نورت گرم باشه نه سرد. قدم دوم، تنظیمات دوربین داخل OBS. برو داخل سورس ویدیو کپچر دیوایس، این تنظیماتی که داخل دیسکریپشن گذاشتم و اعمال کن. حالا برو توی کانفیگر ویدیو یا پراپرتیز، اینم داخل دیسکریپشن گذاشتم، برو تنظیمش کن. قدم سوم، کالر کرکشن، تون رنگ. برو روی فیلترز ادو بزن، کالر کرکشن رو بزن، برو روی دوربین، این تنظیماتی که داخل دیسکریپشن گذاشتم و اعمال کن. قدم چهارم، کراپ کردن دوربین. اگه پشت سر چلوغه و دیوار به هم ریخته است و تخت و ایناست، راه حلش ساده است. دوربین رو کراپ کن، روش نگه دار، ویدیو رو بکش، آلت بگیر و جمعش کن. یه قاب تمیز، مربع یا عمودی بساز. قدم پنجم، حالت پورتره. اگه گوشیت یا دوربینت حالت پورتره داره، بک‌گراند بلو رو روشن کن. دیافراگم پایین، بک‌گراند محو. خب بچه‌ها، دوربین و نورپردازی استریمتون هم دیگه فیکس و قسمت بعدی هم میریم سراغ تعامل با بیننده و مدیریت چت، یعنی همون جایی که قراره چت رو بهتری کنی. اگه تا اینجا با ما همراه بودی، لایک و ساب و کامنت و اینا فراموش نشه.